سلام دوستان، من رضا اکبری هستم. در خدمتون هستیم با ویدیوهای آموزشی تریدینگ ویو و ترید. قصد داریم که روزانه ویدیوهای آموزشی خیلی کوتاه بسازیم و شما رو آشنا کنیم با دنیای تحلیل و ترید. برای امروز ما میخوایم کندل رو براتون توضیح بدیم. ممکنه برای خیلیا قدیمی باشه این صحبت ها و برای خیلیا هم ممکنه تازگی داشته باشه. این جلسات اول برای افرادی هستش که تازه میخوان وارد این سیستم بشن و اطلاعاتی ندارن و میخوان یک خورده اطلاعاتی به دست بیارن. ما سعی میکنیم هر آموزشی که نیاز باشه رو براتون بذاریم. این مابین اگر آموزشی نیاز داشتین که توی چنل ما پیدا نکردین به ما بگین و ما حتما براتون میسازیم. خدمت شما عرض کنم که کلا ما با سایت تریدینگ ویو کار داریم برای تحلیل. میتونین برای خودتون اکانت بسازین و چارت ها رو ببینین. ما اینجا لیستی از توکن ها رو داریم، کوین ها رو داریم. حالا مثلا ما روی بیت کوین داریم بهتون میگیم. ما توی تایم فریم 1 دقیقه هستیم، یعنی هر 1 دقیقه یک دونه از این رنگ های سبز و قرمزه. اینها چیه؟ به اینا میگیم کندل. کندل ها به شکل های مختلفی هستن. شما اینجا میتونید نمودار مثلا میلهی هم میلهی بذاریم. منتها به صورت عمومی همه با خود کندل کار میکنن. حالا هر کدوم اینا چه معنی دارن؟ ببینید، کندل های سبز یعنی کندل های صعودی، کندل های قرمز یعنی کندل های نزولی. وقتی سبز یعنی قیمت داره بالا میره، وقتی قرمزه یعنی قیمت داره پایین میاد. حالا این کندل، خود این بدنه کندل، یعنی این رنگ سبز رنگی که الان ما داریم اینجا میبینیم، داره به ما چی میگه؟ خب هر کدوم از این کندل هایی که ما داریم اینجا میبینیم دارن به ما یک چیزی رو میگن. شما اگر روی این کندل موستون رو روی این کندل بیارین، قسمت بالا، یعنی این قسمت رو اگه نگاه کنین، من روی یک کندل وقتی وای میستم چند تا گزینه داره، یه دونه O، یه دونه H، یه دونه L، یه دونه C. هر کدوم اینا چه معنی میده؟ O یعنی عددیه که کندل توی این عدد تازه شروع کرده، یعنی باز شده این کندل. H بالاترین قیمتیه که این کندل به خودش دیده. L پایین ترین قیمتیه که این کندل به خودش دیده. C عددیه که این کندل بسته شده و رفته برای کندل بعدی. جلو اینا زده مثلا زده مثبت 35 مثبت 35 ممیز 54، یعنی مثبت $35 قیمت رفته بالاتر، که جلوترش هم داخل پرانتز به صورت درصدی نوشته. حالا ما با اینا کاری نداریم. ببینین کندل وقتی کندل سبز هست، پایین ترین، ما به این میگیم بدنه. این سبز بزرگ ما بهش میگیم بدنه. وقتی سبز پایین ترین قسمت سبز این بدنه میشه شروع کندل، بالاترین قسمت سبز میشه خروج کندل، یعنی اینجا دیگه کندل بسته میشه و دقیقاً از این جایی که کندل بسته میشه کندل بعدی شروع میشه. وقتی قرمزه، بالاترین قسمت کندل میشه شروع کندل و پایین ترین قسمت کندل میشه پایان کندل که میره برای کندل بعدی. اینجا هم اگه نگاه کنید، اینجا وقتی تموم شد کندل بعدی شروع شد، باز دوباره شروعش از همین نقطه است و ادامه پیدا کرد. حالا ما تو همین کندل سبز الان کار داریم. چه اتفاقی افتاده؟ ما دو تا خط بالا و پایینش داریم. اینا چیه؟ اینا سایه کندل هستن. سایه یعنی چی؟ سایه یعنی این که قیمت، الان خط بالایی رو من میخوام بهتون بگم، ببینین از اینجا که شروع کرد قیمت یک بار تا اینجا اومد، منتها نتونست خودش رو نگه داره و برگشت دوباره به این نقطه. یه خط برای ما گذاشت که ما بفهمیم که یه بار قیمت تا اینجا اومد، توی همین یه دونه کندل اومد و برگشت، و پایینش هم به همین شکله. ممکنه یه بارم تا اینجا اومده باشه، یعنی بعد از اینکه رفت بالا اومده پایین تا اینجا اومده و بعدش دوباره برگشته بالا به اینجا رسیده. به اینجا که رسید دیگه کلا این کندل بسته شد. الان ما تو تایم فریم 1 دقیقه هستیم، یعنی هر 1 دقیقه یک دونه کندل هست دیگه. بسته شد و کندل بعدی شروع شد. کندل بعدیش که شروع شد مستقیم اومد پایین. اومد پایین اینجا دوباره بسته شد. کندل بعدی یه دور برگشت بالا تا اینجا اومد
و بعدش دوباره برگشت پایین و کندل بعدیش هم نگاه کنین اینجا دوباره شروع کرد رفت بالا. اینجا که بسته شد کندل بعدی از همینجا شروع کرد رفت بالا، این هم اینجا بسته شد از همینجا شروع کرد رفت بالا، این اینجا بسته شد. ببینین همین تو لایو بازار هستیم دیگه. کندل بعدی قرمز اومد به سمت پایین، هیچ چیز خاصی نیست. شاید مثلا دفعه اول که شما این رو میبینین یه خورده براتون عجیب باشه، ولی هیچ چیز خاصی نداره. شما یکی دو بار به این کندل ها که نگاه کنین کاملا متوجه میشین که چه اتفاقی داره میافته. الان مثلا همین الان ما به این نگاه کنیم، این قیمت اومد پایین دیگه، همینجوری برگشت بالا، این خطر رو جا گذاشت، این سایه رو برای ما گذاشت که ما بفهمیم که این قیمت تا اینجا اومده. الان نکنین این خط سبزی که الان جدید باز شد و نگاه کنین، یعنی حرکت میکنه دیگه، اومد پایین. الان هنوز بدنه کامل این، اگر برگرده خط میندازه. اجازه بدین الان این یه خورده نگاه کنین برگشت بالا، این خطمون یعنی چی؟ یعنی قیمت تا اینجا اومد منتها نتونست خودش رو نگه داره، برگشت بالا و الان دوباره برگشت اومد پایین. الان پایین ترم میاد، اجازه بدین نگاه کنین سایش اینجا مونده. دیدین چه اتفاقی افتاد؟ تا اینجا اومد و بعد برگشت بالا. ما در خدمتتون هستیم. این جزئیات کلی بود که ما دادیم، حالا در جلسات بعدی حتما کاملتر توضیح میدیم.